سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه میدان. موفقیت خیره کننده تیم ملی نوجوانانمون در رقابت‌های جام جهانی جاکارتا برابر مدافع عنوان قهرمانی انقدر جذاب و شیرین و پرهیجان بود تا این شماره از سلسله برنامه‌های مجله تصویری میدان رو به عملکرد شاگردان حسین عبدی در جام جهانی و مسابقات قبلش که مطمئناً میتونند با این نمایش خیره کننده و موفقیت آمیز فوتبال ایران رو تا حدود بسیار زیادی آیندهش رو تضمین کنن. به همین دلیل و به همین واسطه تصمیم گرفتیم به سراغ آقای مجید جلالی بریم. توصیه میکنم که حتما صحبت‌های ایشون رو دنبال کنید در بخش بعدی و از تحلیل‌های آقای جلالی لذت کافی رو ببرید. بله، در خدمت آقای مجید جلالی، یکی از کارشناسان زبده و خبره فوتبال ایران هستیم تا در مورد عملکرد تیم زیر 17 سال فوتبال کشورمون و اینکه قراره چه اتفاقی برای این نسل طلایی رقم بخوره با ایشون قراره که یه گفتگوی رو داشته باشیم تا به صورت خاص و ویژه در مورد چالش ها و نگرانی هایی که بابت این نسل پیش روی فوتبال ایران هستش صحبت کنیم. آقای جلالی، عرض ادب و سلام دارم خدمتتون. ما صحبت های مقدماتی از عطالی رو بشنویم تا وارد بحث بشیم. منم خدمت شما و همه کسایی که با ما هستن و ما رو میبینن سلام عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی با هم داشته باشیم. انشالله. سپاسگزارم از لطفتون. آقای جلالی، خب ما دیدیم که شاگردای حسین عبدی توی اولین گامشون در رقابت‌های جام جهانی در جاکارتای اندونزی یه شاهکار بزرگ رو خلق کردن که به جرئت میتونیم به این نکته اشاره کنیم که این اتفاق برای اولین بار در تمام رده‌های سنی فوتبال ایران رقم خورده. واقعا توی بزرگی کار اینا اصلا هیچ تردید و شکی نیست. اون چیزی که اینا انجام دادن واقعا خارج از همه پیشبینی‌ها بوده و من تبریک میگم در درجه اول به آقای عبدی که همیشه یه مربی بی‌حاشیه و خیلی باکلاس و الان نشون داد، البته قبلش هم نشون داده بود که با این بچه‌های تو رده‌های سنی با اون نوع برخوردی که داره، نوع ادبیاتی که داره، میتونه مربی شایسته‌ای باشه و الان تو حوزه کار فنی و نتیجه گیری هم نشون داد که واقعا یه فرد شایسته‌ای هست. و وقتی شما جلو برزیل داری بازی میکنی، نیمه اول 2 تا میخوری، گل دومت هم آخرین لحظات نیمه اول میخوری، یعنی با اون شکل شما میری تو رختکن. شما مطمئن باشید که اون چیزی که بین نیمه تو رختکن ما گذشته یه چیزیه که باید خیلی در موردش صحبت بشه. من اطلاع ندارم چیه، ولی وقتی یه تیمی تو وقتهای تلف شده نیمه اول گل دوم از برزیل میخوره و 2-0 میاد تو رختکن و بعد میاد تو بازی مثلا توی همون 10 دقیقه اول شروع بازی میتونه گل بزنه، این مسلما یه اتفاقات خیلی خوبی تو اون رختکن افتاده که این تیمو بازیابی کرده، از نظر ذهنی کاملا این تیمو بازسازی کرده و این تیم اومده دوباره امیدوارانه شروع کرده و بعد دیگه دقیقه 75 هم گل سومو زده. این یه چیزی حدود 25 دقیقه هم بعد از اینکه این بچه‌ها 3-2 جلو افتادن زمان بازی بوده. 15 دقیقه وقت قانونی بود، 10 دقیقه هم وقت اضافی گرفته و این بچه‌ها تونستن برتریشون رو حفظ کنن. درسته. آقای جلالی، یه نکته‌ای که خیلی مهمه و حالا به صورت ویژه باید روش بحث بشه، ما توی فوتبالمون به ویژه در حوزه‌های ملی نگاه
اون نتیجه گرایی همیشه غالب بوده، یعنی به دنبال این بودیم که موفقیتی رو رقم بزنیم، ولی شاگردای حسین عبدی با اون تاکتیکی که بر جهت کادر فنی در بین دو نیمه بهشون توصیه کرد و عملا دیکته شدهش، نشون دادش که فارغ از نتیجه گرفتن اعتماد به نفس خیلی نقش مهم و پررنگی داره. طبیعتا شما جلوی مدافع عنوان قهرمانی 2 گل عقب باشی، این که بتونی کامبک بزنی و در نهایت نتیجه رو با پیروزی به پایان برسونی اتفاق خیلی بزرگیه. ما توی بقیه حوزه‌هامون هم داریم همچین مسئله رو. ببینید مسلماً اگر شما بخواید تو فاکتورهای مختلف یه بازی سهم قائل باشید برای این فاکتورها، این کاری که بچه‌ها کردن سهم بخش ذهنی روانی خیلی بالاتره. یعنی اون کاری شما مثلا امکان داره بگید که اینا بین نیمه سیستم رو عوض کردن، 1-2 تا جابجایی کردن، اینا بخشای کوچینگ به اصطلاح فنیه، ولی قطعا شما بدونید که سهم موضوع ذهنی روانی از همه چی بیشتر بوده. البته تیم از نظر بدنی هم تیم غالبی بوده، یعنی این تیم خوب آماده شده از نظر بدنی هم. کلا ببینید ما الان این تیم اصلا روشی که ما تو تیم‌های ملیمون داریم تو حوزه پایه، اصطلاحاً این روش رو بهش میگن روش گلخانه‌ای. یعنی ما روش گلخانه‌ای یعنی شما میای از سراسر کشور یه چیزی حدود 20 تا 30 تا بازیکن انتخاب میکنی، اینا رو میبری به مدت زیاد تو اردوهای مختلف، بازی‌های تدارکاتی مختلف، بودجه زیادی صرف همین گروه 30 نفره میکنید، بازی‌های تدارکاتی زیاد، اونا رو از نظر تجربه، از نظر ذهنی، از نظر بدنی ارتقا میدید و اینا میرن تو مسابقه و برای شما یه موفقیتی حاصل میشه. اینو بهش میگن روش گلخانه‌ای. این میتونه یه موفقیت محسوب بشه، ولی وقتی شما بررسی بکنید این نمیتونه یه موفقیت باثبات و همه جانبه باشه برای همیشه، چون اون شکل رو اصطلاحاً بهش میگن سیستم ریل گذاری. یعنی شما میای یه کاری میکنی که تمام فوتبال پایت تو سراسر کشور پیشرفت میکنه، اون به شما موفقیت باثبات میده. یعنی اینجوری نیست که حالا شما یه نوبت بیای مقابل یه تیم یه نتیجه بگیری، یه نتیجه زودگذر خوشحال کننده، بعدم دیگه هیچ اتفاقی نیفته. درسته. یه نکته خیلی مهمتری که آقای جلالی این وسط کاملا ملموسه، این که شما اگر تمرکز کافی رو روی تیم داشته باشی، حمایت از اون تیم بشود و اون سیر استاندارد و حرفه‌ای رعایت بشه، خب طبیعتا موفقیت دور از دسترس نیستش. ولی شما نگاه کنید مثلا همین اتفاقی که برای حسین عبدی افتاده توی سایر تیم‌های ملی و در رده‌های مختلف سنی آیا اتفاق میفته یا نه؟ به واسطه اینکه فشار زیاده و هیجان حاکم بر فضای فوتبال اون نتیجه گرایی رو دنبال میکنه، میتونیم این اتفاق رو توی تیم ملی بزرگسالانمون هم پیاده سازی کنیم؟ ببینید من عرض کردم، ببینید الان شما خودتونم کرارن یک کلمه رو تکرار میکردید، این اتفاقی که برای حسین عبدی افتاده آیا این اتفاق میتونه توی یه تیمای دیگه یا تو تیم ملیون؟ ببینید موضوع همینه که آیا این نتیجه یه اتفاقه یا اینکه نه یه پیشرفت باثباته. درسته. اگر یه پیشرفت باثبات باشه بله شما دیگه باید به تیم ملی، به همه تیم‌ها امیدوار باشید، اما اگه یه اتفاق باشه این حاصل یه عملکرد گلخانه‌ای میتونه باشه. شما برای مثال من عرض میکنم، مثلا تیم ملی ما توی جام جهانی 2014 میاد روبروی مثلا آرژانتین اون بازی رو میکنه و اون بازی به عنوان یه اتفاق
اینقدر تاثیر خوبی تو ذهن همه میذاره که مثلا اون مربی یه چیزی نزدیک 10 سال توی مملکت میمونه و همه دوستش دارن. ولی بعد از این که اون اتفاق تموم میشه شما نگاه میکنی میبینی هیچی باز نمیمونه برای فوتبال. پس بنابراین اینا یه روش‌های خاصیه صرفاً برای نتیجه گیری. اینا نتایج باثبات به شما نمیده. الان این تیمو که نگاه میکنیم ما باید به یه سری واقعیت‌های کاملاً آشکار پی ببریم. اینکه ما ظرفیت‌های بسیار زیادی داریم برای اینکه تو فوتبال بتونیم بزرگی کنیم تو دنیا. این بچه‌ها به ما اینو میگن، مخصوصا که این تیم نوجوانانمونه. بله. الان من تو خود آکادمی مثلا تو سنین 88 89 90 92 اصلا استعدادایی هست که من وقتی اینا رو مقایسه میکنم مثلا با استعدادایی که من تو برزیل دیدم یا تو اسپانیا و هلند دیدم، میبینم اصلا این بچه‌ها حتی یه مقدار از اونا جلوترن از نظر استعداد. درسته. ما این ظرفیت پس وجود داره. حالا این که ما چجوری برنامه‌ریزی کنیم برای اینکه به اون نتایج باثبات برسیم، این یه موضوعیه که باید کلاً در شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، موضوع برنامه‌ریزی. این که این نسل الان نشون دادن پتانسیل و استعداد فوق‌العاده‌ای دارن در حدی که میتونن مدافع عنوان قهرمانی رو شکست بدن. آقای جلالی، بدون تعارف اگر بخوایم صحبت کنیم، شما این فضا رو توی عرصه مدیریتی انقدر میبینید که ما بتونیم این نسل رو به درستی مدیریت کنیم، حداقل اجازه ندیم که سیستم دلالی، سیستم اون فشل بودن مدیریتی لطمه به این بچه ها نزنه؟ ببینید ما اینو میدونیم که مدیریت کلا تو کشور ما تو حوزه فوتبال تحت تاثیر فضای عمومی جامعه است، تحت تاثیر افکار عمومی جامعه است. حالا این افکار عمومی رو کیا مهندسی میکنن؟ کیا بهش شکل میدن؟ میتونیم بگیم درصد بسیار زیادی رسانه ها. این چیزی که الان شما میفرمایید این باید به عنوان یه دکترینی باشه که رسانه ها دنبال کنن و این اتفاق نوجوانان خیلی اتفاق خوبیه. ما به این شکل ازش به عنوان یه اتفاق بهره برداری کنیم نباشه، به این عنوان که پس ببینید ما ظرفیت داریم، اگر برنامه‌ریزی بکنیم ما میتونیم حتی تمام تیمامون به این موفقیت رو برسن. پس دیدگاه جامعه رو ببریم به سمت این که ما باید یه برنامه‌ریزی 2-3 ساله انجام بدیم تا بعد از اون امیدوار بشیم تیمامون تو سطح باشگاهی، تو سطح بانوان، تو سطح پایه، تو سطح بزرگسالان تمام به موفقیت‌های باثبات برسن. الان ما موفقیت‌های باثبات نداریم. ببینید ما مثلا الان نوجوانان میاد این کارو میکنه، امیدمون اونجوری میشه، جوانانمون اونطوری میشه. پس این موفقیت‌های باثبات نیست. اگه میخوایم به اون مرحله برسیم، اول رسانه‌ها باید دیدگاهشو به افکار عمومی بدن، بعد مدیریت اینجوری نشون داده در طی این سالها که از افکار عمومی تبعیت کرده. درسته. آقای جلالی، ما قبل از اعزام این تیم به جاکارتا میبینیم که امیر قلعه‌نویی و یحیی گل محمدی و همچنین میرشاد ماجدی 3 تا از فوتبالیست هایی که توی نسل های مختلف بازی کردن و یه نقطه اشتراکی بین صحبت‌های این 3 عزیز برای بازیکنان تیم ملی وجود داره، این که شما میتونید آینده فوتبال ایران رو رقم بزنید. اما ما در سابقه تاریخیمون وقتی نگاه میکنیم این اتفاقها و جرقه هایی که منجر به یه تاریخ سازی شده فقط صرفا تو یک مقطع بوده. شاید مثلا کلا 3 یا 4 بازیکن از این تیم
به لیگ برتر و ستاره های فوتبال آینده ما تبدیل بشن. این اتفاقا رو چجوری میتونیم مدیریتش کنیم که حداقل از تعداد نفرات حاضر در این تیم بتونیم توی سالهای آینده توی لیگ برترمون شاهد حضور بیشتر این ستاره ها باشیم؟ این دقیقاً در امتداد همون صحبتایی که من خدمت شما عرض کردم. ببینید از یه مجموعه 20 نفره اگر از این مجموعه 4 تا 5 نفرش به تیم ملی بزرگسالا برسن، این کاملا طبیعی و این یه موفقیته. ولی موضوع اینه که ما اگر به جای 20 نفر روش گلخانه‌ای تربیت کنیم بیایم بریم 3000 نفر تربیت کنیم، حالا ما میتونیم به آینده کاملا امیدوار باشیم که به موفقیت‌های باثبات برسیم. اگر نه اینطوری نه. شما مثلا قطر، عربستان، اینا توی تاریخ فوتبال اگه برید یه موقع اینا قهرمان نوجوانان جهان شدن. درسته. هم قطر هم عربستان. ولی بعدش چی؟ ما اگر میخوایم به موفقیت‌های باثبات برسیم نیاز به یه برنامه‌های بلند مدت توسعه و پیشرفت داریم. ضمن اینکه هر کشوری هم نمیتونه با اون برنامه به جایی برسه. کشورهایی که اون پتانسیل و ظرفیت رو دارن میتونن برسن و ما این ظرفیت رو داریم. یعنی این بچه‌ها فوتبال ما، تعداد جمعیتی که تو کشور داره فوتبال بازی میکنه، توی مدارس فوتبال هستن، نشون میده که ما کاملا این ظرفیت رو داریم. ما فقط نیاز به شاید برنامه‌ریزی بهتری داریم. بله آقای جلالی، من یه سوال مرتبط با حوزه تیم‌های پایه دارم از شما. ما می‌بینیم که روی روند حسین عبدی به همراه استعدادیاب‌هایی که خب برجهت توی کل کشور تقسیم شدن، نفرات رو انتخاب کردن که همون سیستم گلخانه‌ای که شما فرمودید رو به درستی به اجرا در بیارن. حالا این وسط یه سوالی برای افکار عمومی به وجود میاد، این که آیا تو شرایط فعلی تیم‌های پایه ما همیشه میتوانند روی این سیستم گلخانه‌ای امیدوار به کسب موفقیت باشن یا نه صرفاً به خانواده، به توجه مربی یا مدیریت اون آکادمی یا فرایندی بالاتر از این موضوع استعدادیابی مرتبط میشه موفقیتشون؟ شما اگر میخواید به موفقیت‌های باثبات برسید اصلا روشش گلخانه‌ای نیست. درسته. روش گلخانه‌ای منجر به پیشرفت باثبات نمیشه. روش گلخانه‌ای منجر به نتایج زودگذر میشه که خیلی هم دلخوش کنند. برای مثلا یه بازی میبرید همه میریزن تو خیابون خوشحالی میکنن بدون اینکه شما مثلا لمس کنی که آیا واقعا به پیشرفت رسیدی. و تو فوتبال هم همیشه این نتایج زودگذر برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته. الان کشورهای دنیا هیچ کدومشون به دنبال روش گلخانه‌ای نیستن. اون کشورهای صاحب فوتبال، مثلا 30 کشوری که تو دنیا الان رتبه های مثلا 30 کشور اول هستن تو حوزه فوتبال، هیچ کدوم دنبال روش گلخانه‌ای نیستن. همشون دارن به اون پیشرفت باثبات فکر میکنن بعد روش ریل گذاری و اون ریل گذاری خودش به هر حال یه داستان و یه ماجراهایی داره، اصلا یه برنامه خاصیه که رو اون باید حرکت بشه، چه تو حوزه تربیت مربی، حوزه فوتبال پایه، تربیت مدرس، تفکیک سنین از 7 سال تا 8 سال، نظام هماهنگ آموزش، بودجه های کافی، زمین های کافی دیگه و خیلی چیزای دیگه که اون سیستم ریل. الان ببینید ما تو کشورمون یه چیزی بوده 4 میلیون بچه توی این مدارس فوتبال و آکادمی دارن بازی میکنن. شما از 4 میلیون بچه اگر شما فقط 5% اصولی کار کنی، 5%، نمیگم 95%،
فقط 5% اصولی کار کنی، از 4 میلیون بچه سالی 400 تا بازیکن باید بیرون بیاد. درست. در حالی که الان شما میبینید از این 4 میلیون بچه سالی 4 تا هم بیرون نمیاد. درسته، نکته همینه. پس اینجا ما خیلی ظرفیت داریم. شما کل کرواسی 3.5 میلیون جمعیت داره، ما فقط جمعیت بچه‌هایی که تو فوتبالن 4 میلیونه. ما ظرفیت‌های بسیار بی‌نظیری داریم. ما اگر یه برنامه توسعه داشته باشیم حتما ما میتونیم خیلی زود شاید مثلا کمتر از 5 سال ما میتونیم به اون پیشرفت‌های باثبات برسیم. درسته. آقای جلالی، من یه سوالو میخوام مطرح کنم، مطمئناً چون شما جز حامی جریان انتخاب مربی ایرانی و توانمندی‌های مربی ایرانی هستید، خیلی راحت‌تر میتونید راجع به این قضیه صحبت کنید. حسین عبدی توی سالهای گذشته یه اتفاق و مسیر بدون حاشیه و بیشتر معطوف به جریان فوتبال رو دنبال کردش. دقیقاً اون اتفاقی که امروز توی فوتبال ایران توی رقابت‌های باشگاهیمون می‌بینیم اصلا وجود نداره، بیشتر حاشیه پررنگ و بر متن غالبه. این اتفاق رو شما میتونید مثبت ارزیابی کنید؟ یعنی این روشی که حسین عبدی در پیش گرفته میتونه سرلوحه کار مربیای جوونمون باشه یا نه؟ نه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اولا تفاوت‌های فردی تو این زمینه خیلی زیاده. حسین عبدی از زمانی هم که بازی میکرده، شما مثلا مصاحبه‌های اون موقعش هم که نگاه کنی می‌بینی همینجوری با یه ادبیات قشنگ، بعد یه شخصیت متین. فقط چیزی که ما باید امیدوار باشیم اینی که مثل حسین عبدی اینا جذب تیم بزرگا نشن، جذب تیمای لیگ برتر و لیگ یک و اینا نشن، چون اگر جذب اونا بشن هیچ راهی ندارن جز این که مثل اونا بشن، یا باید بیان کنار یا مثل اونا بشن. چون الان این یه باوره. خیلی از این مربیایی هم که تو لیگ برتر دارن کار میکنن، شما میبینید کنار این کرد اون روش‌ها، ادبیات، برخوردات، فریادها، اینا به خاطر اینه که اونا به این باور رسیدن که باید اینجوری باشن تا موفق بشن و این یه باور شده. شما این باورها رو به این سادگی نمیتونی تو اینا از بین ببری. مثلا الان حوزه داوری رو شما نگاه کنید، چقدر موضوع و مسئله ما داریم. بعد میگن که VAR بیارید. حالا شما خواهید دید که شما VAR هم که بیارید به هیچ وجه مشکلات برطرف نمیشه. دقیقا. چرا؟ چون شما VAR هم که بیارید مثلا روی عدسی هم میگه برو VAR، البته که دیگه همش توقع دارن که اینا برطرف نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اعتماد از بین رفته. درسته. وقتی اعتماد از بین بره دیگه بی‌اعتمادی، هر اشتباه کوچیکی رو میگه این عمدیه، هر اشتباه سهوی کوچیکی رو میگه این کاملا عمدیه و برنامه‌ریزی شده. بنابراین پیامدهای سخت و خشن خواهد داشت و این چیزیه که ما باید یه مقدار این بی‌اعتمادی رو فضاشو کم کنیم. یه مقدارم فرم این رفتار آقای عبدی رو بازم میگم رسانه ها هستن که باید اشاعه بدن توی فوتبال پای ما. الان من فوتبال پایم هر جا که میرم این مسابقات، مربیایی که کنار زمینه از اول بازی تا آخر بازی اصلا رفتارهایی میبینم که اصلا من عصبی میشم. درست. فریاد داد سر بازیکن، سر داور، به هر چیزی معترضن، لگد میزنن زیر سطلا، پرخاش میکنن، زد و خورد میکنن و این نوع رفتارها به هر حال الان تقریبا همه‌گیر شده و ما میتونیم با الگو قرار دادن امثال آقای عبدی شروع کنیم به بهینه‌سازی این رفتارها. آقای جلالی عزیز، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید و یکی از چالش‌ها و یکی از باگ‌های موجود تو فوتبال ایران هستش. من یه سوال میخوام بپرسم، امیدوارم که
مثل همیشه حداقل من ناآگاه رو روشن کنید. فکر نمی کنید الان مدیریت حاکم بر فوتبال ایران علاقمند باشه به این بلبشویی که توی فوتبال ایران وجود داره که حواسا از خیلی از چیزهای دیگه که باید به اونها معطوف باشه پرت بشه؟ ببینید همین جنبندی که الان شما دارید همین حاکی از بی‌اعتمادیه. یعنی ببینید وقتی اعتماد از بین بره همین جوری میشه. یعنی هر رخداد منفی رو مثلا نسبت میدید به اون حاکمیت، حالا اینجا به حاکمیت فوتبال، و ازش نتایج منفی میگیرید. من بعید میدونم مثلا اون کسایی که الان مسند امور هستن تو فدراسیون مثلا اونا دوست داشته باشن که اینقدر فضا اینطوری باشه. شاید مثلا تو حوزه های امنیتی کشور شاید دوست داشته باشن، چون خود این فضاها مثلا یک هفته در موردش بحث و افکار عمومی رو به سمت خودش میکشونه. دعوایی که مثلا بین دو تا مربیه این میشه موضوع روز جامعه. درسته. مثلا توپی که گل نشده داور گرفته یا برعکسش، اینا میشه موضوع روز برای یه هفته و افکار عمومی میاد اونور. شاید مثلا بخشای امنیتی دوست داشته باشن، شاید، ولی شما مسلم بدونید اون کسایی که متولی فوتبالن به هر حال اونا دلشون میخواد که تاثیرگذار مثبت باشن و دوست ندارن یه همچین چیزایی رو، ولی در صورت شاید به خاطر مثلا مدیریت ناکارآمدی که در طول این سالها بوده رو فوتبال حالا منجر به این شده دیگه. درسته. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای جلالی، مثل همیشه جامع، کامل و مفید صحبت کردید و استفاده کردیم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. من فقط به عنوان سوال پایانی عرض می‌کنم خدمت شما که الان چقدر امید در جامعه فوتبالی وجود داره که ما در آینده طوری رفتار کنیم که دیگه این نتایج اتفاقی رقم نخوره، حداقل در قاره آسیا بتونیم مثلا شاهد موفقیت تیم امیدمون باشیم، تیم جوانانمون باشیم، تیم نوجوانانمون باشیم. آیا راهکاری وجود داره آقای جلالی؟ قطعا راهکار هست. اصل موضوع اینه که شما به این نتیجه رسیدید از دیدن این بچه‌ها، از دیدن همین تیم آقای عبدی و از دیدن من دارم بچه‌هایی که میان پیشم تست میدن تو همین آکادمی خودم، نسلایی که از 92 91 90 89 88 من دارم میبینم اینا چقدر با استعدادن. پس این امیدواری هست. منتها ببینید من یه خاطره براتون میگم خیلی کوتاه. یه موقع ما هلند بودیم برای کلاسای حرفه‌ایمون، ما صبح رفتیم ما رو بردن سر تمرین 12 ساله ها. ما وقتی این 12 ساله های هلند رو نگاه میکردیم گفتیم که الان 12 ساله های ما بیان راحت 6 تا بینا میزنن. عصرش ما رو بردن سر تمرین 16 ساله ها. بعد ما اونا رو نگاه کردیم گفتیم الان اینا به بچهای 16 ساله ما 6 تا میزنن. ببین این چه اتفاقیه که توی یه پروسه 4 ساله میشه فاصله فوتبال ما با هلند. این پروسه آموزشیه، پروسه برنامه‌ریزیه، پروسه نظام هماهنگ آموزشه و اینا راهکاره، اینا کاملا عملیاتیه و شما انجام بدید چرا نه؟ اگر برنامه داشته باشید شما ظرف 4-5 سال میتونید به قدرت‌های فوتبال تو دنیا برسید. اما اگه به همین شکل باشه، به همین روش‌های گلخانه‌ای، ما کماکن باید خودمون رو دلخوش کنیم به همین نتایج زودگذر. درسته. من میخوام تلاش کنم که بیشتر از صحبت‌های شما استفاده کنیم، برام این ساکت میشم که شما صحبتتون قطع نشه. فقط یه نکته اینجا وجود داره، شما اشاره به دهه 80 و دهه 90 کردید، به ویژه دهه 90 که الان توی آکادمی ها حضور پررنگی دارن.
ولی خب طبیعتا این موضوع رو قبول دارید آقای جلالی که وقتی مثلا سرمربی تیم ملی بزرگسالان ما میگه مثلا تیم ملی فوتبال ایران جای جوونگرایی نیستش، این اتفاقه یه یأس و ناامیدی رو برای اون خانواده، برای بازیکنه ایجاد میکنه، در صورتی که ما میبینیم مثلا مثل آرشا شکوری، بازیکنایی که دیروز توی عرض میکنم خدمتتون توی ترکیب تیم آقای عبدی حضور داشتن، میتونن همشون این پتانسیل رو دارن اگر توجه بهشون بشه یه روزی تو تیم ملی ما هم بازی کنن. این موضوعاتی که شما میفرمایید توی جنبه‌های مختلف واقعا نیاز به بحث‌های خیلی زیادی داره. اینکه مثلا یه مربی سرمربی تیم ملیه مثلا اینجوری اعتقاد داره که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، این حاکی از اینه که به نسل‌های بعدی خیلی امیدوار نیست، به اون چیزی که تو لیگ برتر داره اتفاق میفته و این داره میره میبینه جوونی نیست که مثلا بتونه بیاد جای جهانبخش بازی کنه و میگه که پس اینجا جاش نیست. یا مثلا در مورد شغل خودش نمیخواد ریسک بکنه، در مورد آینده خودش نمیخواد ریسک بکنه، چون میدونه اگر الان جوونی رو بیاره، چون میدونید هر مربی که جوون رو بازی میده اون کسیه که داره در درجه اول رو شغل خودش ریسک میکنه به خاطر جوونا. این جوون قرامت داره، قطعا قرامت داره، بنابراین اون نگاه میکنه میبینه جامعه پذیرش این کارو نداره و میگه که نه پس اینجا جاش نیست. اینا همه پیامد اون یه جریانیه که حالا تو فوتبال کشور ما چه تو حوزه مدیریت، چه تو حوزه رسانه، چه تو بخش افکار عمومی، مهندسی افکار عمومی به وجود اومده این جریان و پیامدش ایناست که مثلا سرمربی میگه نه آقا اینجا جای این کارا نیست، در حالی که و شما هیچ وقت هم مربی رو نمیارید که این کارو بکنه. درسته. یعنی اگر یه مربی هم شجاعت استفاده از جوون رو داشته باشه شما هیچ وقت اونو تو مسند کار نمیارید. آخه آقای جلالی میدونید نکته کجاست؟ مثلا کنار امیر قلعه‌نویی یه نفری مثل خداداد عزیزی هستش که خودش آکادمی داره و یه آدمی مثل آندرانیک تیموریان هستش که خودش آکادمی داره و دارن کار پایه‌ای انجام میدن. اینا در کنار فعالیتشون در حوزه فوتبال ملی دارن کار پایه‌ای انجام میدن. من امیدوارم حداقل آقای امیر قلعه‌نویی یه تجدید نظری بکنه. میدونم که البته فشار روی امیر قلعه‌نویی هم زیاده، برجت اگر به سراغ جوانگرایی بره ممکنه فردا خیلی از آدم‌های رسانه‌ای، خیلی از آدم‌های فوتبالی بهش این ایراد رو وارد بگیرن که آقا شما یه شبه نمیتونی مثلا تیم ملی رو جوان کنی. از این بعد قضیه هم باید بهش نگاه کنیم. ولی اینکه یه دفعه مثلا امیر قلعه‌نویی میاد مثلا میگه آقا تیم ملی جای جوانگرایی نیستش، به نظرم یه شوک میتونه باشه به بچه‌هایی که حالا استعدادن و به نوعی میتونن آینده فوتبال ما رو رقم بزنن. ببینید تو سطح ملی وقتی یه مربی مثلا میخواد تغییر نسل بده، 3 بخش عمده هست که اونا باید باهاش همراه باشن. یک بخش مدیریته، دوم بخش رسانه ها، سوم افکار عمومیه. الان هیچ کدوم از این 3 عامل موافق با تغییر نسل نیستن. مثلا شما امکان داره بگید چرا رسانه ها بعضیا هستن درسته. همون رسانه ها ایشون این کارو بکنه یا میگن حالا چه وقت این کاره و خیلی یه حجمه زیادی میاد. بنابراین مثلا یه موقع من تو فولاد بودم، یه روز نشستیم با مدیرا صحبت کردیم، گفتم آقا مگه شما نمیخواید قهرمان بشید تو لیگ برتر؟ این برای این قهرمانی 3-4 سال حوصله کنید، این برنامه‌شه، من این بازیکن این جوونا رو میاریم اینا شما رو به قهرمانی میرسونن. ببین مدیریت پذیرفت و مدیریت گفت من اینجا تا اونجایی که زورم برسه سکوها رو ساکت میکنم،
رسانه ها اینجا رو آروم میکنن و شما برو با تیپ خاطر این کار انجام بده. من اون کار انجام دادم ولی مدیریت موفق نشد. یعنی سکوها به جای رسید که بازی‌های آخر مثلا هوادار فولاد میگفتش که فولاد مهد کودک نمیخواد. من از اونجا رفتم ولی همون تیم با همون بازیکن‌ها قهرمان لیگ برتر شد. بله. فوتبال راههای پیشرفتش کاملا مشخصه. حالا این که شما آیا چون اون راههای پیشرفت یه جاهای چالش داره، اگر شما این شجاعت رو داری با اون چالش ها مواجه بشی، بنابراین اگر هم قلعه‌نویی میخواد این کار تو تیم ملی انجام بده، اول مدیریت، دوم رسانه ها، سوم افکار عمومی، اینا باید آماده بشن برای یه تغییر نسل. منم نظرم اینه، ما تیممون تو جام جهانی پیرترین تیم جهان بوده، ما تا کی میخوایم روی اینا وایسیم؟ الان هم که داریم میریم تو جام ملت‌ها خیلی مشکله ما بتونیم به مقام برسیم. پس من با تحلیل خودم میگم ما که به مقام که نمیرسیم، پس بیایم یه کاری بکنیم برای آینده. این تحلیل منو آیا مدیریت روز حاکم بر فوتبالم قبول داره؟ من بعید میدونم. آفرین. اکثریت رسانه ها قبول دارن؟ بازم بعید میدونم آقا. آیا افکار عمومی قبول داره؟ هرگز. پس ببینید، پس شما نباید همه اینا رو ندید بگیرید. آقا دقیقاً شاید آقای جلالی دقیقاً این اتفاقه فرق بزرگ ما با ژاپنه. آفرین، تموم شد. اونا این کار رو آماده میکنن، یعنی هم رسانه هاشون رو آماده میکنن، هم افکار عمومیشون رو برای این کار آماده میکنن. شما الان ببین یه موقع ژاپن مأمن مربیای خارجی بود، مربیای بزرگ خارجی. الان شما سالهاست یه چیز بوده 10 سال دیگه نمیبینی. بله. ببین راههای پیشرفت تو فوتبال راهاش معلومه. مثلا ژاپن چیکار کرده؟ بالاخره یه کاری کرده که به اینجا رسیده. الان هر چی تیم تو دنیا 4-4 میزنه. مهم اینه که ما توی جمع همه مجموعه توی کشور دوست داشته باشیم پیشرفت باثبات، که بعید میدونم یه همچین تفکری وجود داشته باشه. خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای جلالی، لذت بردیم از هم صحبتی و هم کلامی با شما. اگر نکته پایانی هستش بفرمایید، در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما. من فقط تو آخر صحبتام بازم میخوام تبریک بگم به بچهای نوجوانانمون، به آقای عبدی، حتی به فدراسیون فوتبال. به هر حال اینا موفقیت خیلی بزرگی بوده، ولی باید یکم صبر کنیم ببینیم. حتی این موفقیت رو ما نمیخوایم مثلا ازش سوء استفاده کنیم یا بهره برداری یا جور دیگه. صبر کنیم تو ادامه راه ببینیم اینا به چی میرسن. ولی اینا به ما ثابت کردن، حداقل اینو ثابت کردن، حالا بعدش هر اتفاقی که بیفته اینا ثابت کردن که ظرفیت‌های ما تو فوتبال بسیار بالاست و برای این ما موظفیم که یه برنامه‌ریزی‌های بهتری داشته باشیم. من برای همه دوستانم و همه جامعه فوتبال آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و از شما هم به خاطر این برنامه خوبتون تشکر می‌کنم. سپاس فراوان آقای مجید جلالی عزیز، همراه ما در این قسمت از برنامه میدان بودید. امیدوارم که شما بینندگان عزیز هم از این بحث کاملا فوتبالی لذت کافی رو برده باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.